رفیق امیر در اینجا در کمال آرامش و با نظم و امنیت به کارمون به اعتراض علیه رژیم ادامه دادیم و تاکنون هیچ اتفاقی هم پیش نیومده. پس در لحظات آخر خواهش میکنم دوستان خودداری داشته باشن و صبر از خودشون نشون بدن که با آرامش و به درستی برنامه‌هامون رو به بهانه اجرا کنیم. Mengelebe Azerbaycan! Mengelebe Azerbaycan! Mengelebe Azerbaycan! Mengelebe Azerbaycan! Mengelebe Allah'maz! Mengelebe Allah'maz! Mengelebe Azerbaycan! Stoppa faşistska şovinizmen i İran! Stoppa faşistska şovinizmen i İran! Stoppa rasizmen i İran! Stoppa terrorism i İran! Stoppa terrorism i İran! Stoppa rasizmen i İran! Stoppa rasizmen i İran! Stoppa şovinizmen i İran! Stoppa şovinizmen i İran! Mengelebe Azerbaycan! Mengelebe Azerbaycan! Mengelebe Allah'maz! Mengelebe Allah'maz! Mengelebe Allah'maz! Mengelebe Allah'maz! Mengelebe Azerbaycan! Mengelebe Azerbaycan! مرگ بر تروریست، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر فاشیسم، مرگ بر فاشیسم، مرگ بر فاشیسم، مرگ بر راسیسم، مرگ بر راسیسم. جمهوری اسلامی ننگ بر تو با کانون ما را خوش کردی، ده ها روستای ما را خالی از سکنه کردی، میلیون ها تن از مردمان ما را آواره کردی، پاکسازی نژادی کردی. تروریست ها به این پاکسازی نژادی خاتمه بدید. ما مردم عرب حق حیات داریم. کل نفتی که به این حلقوم شما میره ثروت ملت ماست. تروریست ها آب ما را گرفتید، کارون ما را خوش کردید، کرخه ما را خوش کردید، جراحی را خوش کردید، تالاب الاعظم را خوش کردید، طوفانشان به پا کردید. سالی 7000 نفر عرب در اثر طوفانشان کشته میشن. تروریست ها به این پاکسازی نژادی خاتمه بدید. مرگ بر سید علی خامنه ای! مرگ بر سید علی خامنه ای! لعنت بر روح علی خامنه ای! مرگ بر تروریسم! مرگ بر تروریسم! مرگ بر راسیسم! مرگ بر راسیسم! الاحواز عربیه! الاحواز عربیه! وستبقى عربیه! وستبقى عربیه! به جمهوری اسلامی بگیم که مردم عرب نمردن، غیرت در رگان ماست. به هیچ وجه اجازه نمیدیم به طرحهای پاکسازی نژادیتون در الاحواز ما پیاده بشه. نفت رو قطره قطره از حلقومتون میکشیم، ثروت هامون رو تیکه تیکه از حلقومتون میکشیم، سرزمینمون رو آزاد میکنیم. الاحواز عربیه! الاحواز عربیه! وستبقى